بسم الله الرحمن الرحیم. سوره الواقعه. این سوره واقعه هست، یعنی سوره قیامت. مکیتون. این سوره در مکه مکرمه یا قبل از هجرت نازل شده. آل سوره قبلی که بود زیادتر نعمتهای الله را بیان میکرد. از این خاطر علامه ابن قیم جوزیه رحمه الله میگه که قلب انسان باید چی باشه؟ مثل یک پرنده باشه، سرش محبت باشه، یک بالش چی باشه؟ خوف، و یک بال دیگهش رجا و امید. به این خاطر الله متعال در اون سوره دیگه که نعمتهای بسیار زیاده برای جنتی ها و مسلمان ها ذکر میکنه، در این نعمت در اینجا به خاطر که انسان قلبش تنها امید نباشه که جنت است و فلان است و فلان است و بالاخره شیطان سر از این وسوسه بکنه و ایره از حق منحرف بسازه. بعضی اوقات شما دیده باشین ما زیادی قسمی روبرو میشیم در بین امی جوانایی که زیادتر ما در پانتون در بین معسلین میدیدیم، یک تعداد جوان ها می بودن که وار شیطان میه. قلب انسان باید چه قسم باشه؟ 50% خوف، 50% رجا. کمی باید چی باشه؟ همی نورمال باشه. فشارتان باید هم تو نورمال باشه، نه بین 90 و 120 این قسم هست. نه بعضی اوقات فشار بالا میره، میگه او ولی فلانی نفر فشارش 100 و 230 شده، بازی گنگس میشه، اعصابش خراب از گنگس هست. حالا چطور است؟ بعضی اوقات فشارش پایین می ایران که سعی کنی باز که میخیزه پس میگه ولی من مفتم چشمایم سیاهی کرد. بعضی کساست که باز در خوف و رجاش بالا و پایین میره، فشار خوف، بعضی اوقات فشار رجا. چه قسم است؟ بعضی کسا را ببینی که خوفش شیطان می بسیار زیاد میسازه، میترسه زیاد. وقتی که یک گناه یادی میکنه باز میگه والا استاد من خود دوزخی است. خب من 100% در دوزخ میرم. چطور فهمیدی که در دوزخ میری؟ والا ما یک گناه کردیم، ما دیگه حالا فهمیدیم دیگه که من بخشیده نمیشم، گناهکار هستم، در دوزخ میرم. این حال اینجا معلوم میشه که بیچاره را شیطان آمده اینقدر ترسش بالا برده که به یک گناه از رحمت الله چی شده؟ ناامید شده. باید خوف از عدالت الهی داشته باشی و با رحمت الله چی باشی؟ امیدوار باشی. باز ما برای میگیم که تو انشاءالله در دوزخ میری. من شک ندارم در دوزخ نری، لکن نه به خاطر گناهیت، بلکه به خاطر که از رحمت الله خدا چی کردی؟ ناامید کردی. و از رحمت الله ابلیس ناامید است. ما تو هر قدر که گناه کنیم الله متعال بر ما دروازه توبه و رحمت خدا چی کردن؟ باز گذاشته و گفته قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. او کسایی که اسراف کردین، زیاده روی کردین، اشتباه کردین، گناه کردین، از رحمت الله ناامید نشین. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این حال ای بیچاره. بعضی کسای دیگه جوانای دیگه میگه که باز او رو ببینی این دیگه شیطان چی کار کرده؟ قلب زیر فشار خوفش پایین آورده، امیدش دیگه بالا برده. بازی میگه دیگه چی میگه؟ چرا نماز بخوانم؟ چرا؟ میگه وعلیکم السلام. میگه الله لک بخش است. میگه نمیگه الله چی است؟ لک بخش است. ایش روزه نخوگی، ایش نماز نخوان، ایش عبادت نکن. الله چی به عبادت ما و تو ضرورت داره؟ در همین آخرت که همین دروازه جنت واز شد فقط شور است اونجا. شیطان اوت برزی وسوسه کرده که آیت قرآن که فمن یعمل مثقال ذره خیرا، تو پاداشونم یک مثقال میبینی، و من یعمل مثقال ذره شرا. این دیگه فکر میکنه که نه والا صاحب اونجا هیچ. حالا تو در بسیاری مملکت ها میری، وقتی که میری در جیبت که یک دانه چاقوگه که خوردم که مانده باشه، یک دروازه تیر میشه تنگ 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 تنگ، پس میگه دور بخور. چی هست؟ میگه کدام چیز آیین داری؟ صحیح است نه؟ باز اینجا تسلیم میگه نیست والا، نه داری. میگه باز از دروازه میره تا که اونم چاقوگه که خوردم از جیبه که نکشه ناخونگیره، از او دروازه تیر شده نمیتونی. آلیا فکر میکنه که والا خبر نداره که از دروازه که از جنت وقتی که تو حرکت میکنی پل صراط است تا به جنت که میرسی، اینجا ایزگاه به ایزگاه هست، صراط است، صراط پرسان میشی از ذره ذره، و باز قنطره هست، حق مردم خوردی ذره ذره. این چی میگه؟ ایناله از این خاطر الله متعال میگه نه باید مسلمان چی باشه؟ قلبش بین چی باشه؟ بین الخوف و الرجا. ام از عدالت الهی بترسی و ام به نعمت الله چی باشی؟ امیدوار باشی.
از این خاطر الله متعال در سوره واقعه حالات سخت قیامت بیان میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه ای اذکر، اینجا اذا ظرف است و برای ظرف یک فعل اینجا علما چی میکنن؟ مقدر میکنن، میگه یاد کن وقتی را که وقعت الواقعه، واقع شود واقعه. اذا وقتی که در فعل ماضی بالا ازی داخل میشه باز مضارع ترجمه میشه، فکرتان باشه. اذا ظرف است، وقتی که در فعل ماضی داخل شد، این مسائل نحوی و صرفی و بلاغی است، فهمیدین؟ اذا ظرف است، وقتی که سر فعل ماضی داخل میشه، دوزخ در انتظارش است، این دیگه لودم تو رقص میکنه. او کاکاک بشی، همین رقص تا مزدار نیست. در توی ببینی سر بخواد خیسه مست است زیر دول، بشی کاکاک چند دقیقه. و دیگر ببینی امت شروع کرده، فسق از فجایع از گناه است. در موتر بالا میشی سهل میکنی، میگه این نفر چقدر خوب قواره داره، ریشک داره، کلاهک سفید داره، کمی داخل میشی که دنگ 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 دنگ. اوه تو خود رقاصه برآمدی. این خطرناک است که الله متعال میگه که ثلة من الاولین، یک مجموعه بسیار زیادی از امتهای اولی که صحابه و تابعین و تابع تابعین هستند، و قلیل من الاخرین، و از آخری چی است؟ بسیار کم میره، 5%، 10%، اگر جنتی باشه 90% دوزخی است. الله حفظ کنه. چقدر خطرناک است. این کسایی که جنتی هست الله متعال میگه علی سرر موضونه، بر تخت های هستند که موضونتن، از زر اینا بافته شدن، از زر ساخته شدن، یعنی تخت های طلایی، طلای خالص. متکین علیها، تکیه میکرده باشن به این تخت ها، متقابلین، دوستانه با یکی دیگر روبرو میشن. یطوف علیهم، بینا گردش میکنن خدمتگارها، گارسونهای از یا کی از خدمتگارایشان، ولدانون، نوجوانای هستن، مخلدون که دائم در خدمت از اینا هر لحظه می باشن، به اکواب که در دستهایشان چی می باشه؟ گلاس ها می باشه، و اباریق و کوزه ها آماده هست که هر لحظه اینای از هر نوشابه که خواسته باشن، و کأس، و بعضی ظرف های دیگه که پر از تیار، من معین، از شراب صاف و پاک جنت. ات شراب صاف و پاک جنت است که لا یصدعون عنها، که سردرد نمیشن. صدا سردرد دیرم میگن، چون شرابای دنیایی اول بسیاری کسا را سردرد میکنه. الله متعال میگه او شراب پاک هست که سردردی نداره. ولا ینزفون، و او کس را مست و خونریزی هم نمیکنه. نزیف چی را میگه؟ همین استفراغ و خونریزی و بعضی چیزا. بعضی کساس ببینه که شراب میخورن، نه کالای خودم چتل کرده و لباسهای خودم چتل کرده و بوی و گندگی هم هست. الله متعال میگه از شراب جنت که است این چیزها، چون شراب پاک است و صاف است و حلال است. و فاکهت، الله متعال برای جنتی ها میگه میوه هاست، مما یتخیرون، از آنچه که پسند میکنن، و لحم طیر، و گوشت پرنده های مختلف، مما یشتهون، از هر قسم پرنده زیبایی که اونا چی داشته باشن؟ اشتها داشته باشن. و حور عین، دیگه حور هست که عین، چشمای بزرگ بزرگ زیبا زیبا دارن، که امثال لؤلؤ المکنون، مانند دانه های مروارید پوشیده. حوری هستن با ستر، با حیا، با حجاب. جزاء بما کانوا یعملون، ای پاداش است به سبب آنچه که اینا عمل میکنن. لا یسمعون، در جنت دیگه چی نعمت است؟ میگه نعمت بسیار خوب جنتی است که در این لغو نیست، گپای بیهوده، لودگی، مذاقای بیجاب، پرزبازی، تانگویی، نیش زدن، گپای لچکی، اینها نیست. ولا تأثیم، و در اینجا گناه هم نیست، پاک می باشه کلگی. باز عداوت، این چیزا نیست. قلب کلش مثل کتاب زمزم ششتگی. و نزعنا ما فی صدورهم، الله متعال میگه از قلبشان تمام چیزهای زشتی حذف میکنیم، پاک میکنیم. وقتی که لغو نیست خیلی چی میگن؟ میگه الا قیلا سلاما سلاما، سخنایشان بسیار سخنای است سلام و سلامتی. و اصحاب الیمین، و اهل کسایی که به دست راست هستن، ما اصحاب الیمین، اونا کدام مردم هستن؟ میگه کسایی که صاحب دست راست هستن، فی صدر مخدود، اینا
در درخت که او را صدر میگن، درخت خاص جنت است، مخدودن که در او خار نیست. درخت های دنیوی که می گل و گلاب هم بری بگیری یک خار داره دستوگار میکنه، میگه یا خار نداره. و طلحن، و درخت های دیگه که میوی مثل درخت کیله وارد که بسیار زیبا هست، ممدود که یک میویش بالای میوی دیگه هم تو سردسر هم تو به قطار هست. و ظل ممدود، به اندازی درخت های هستند که سایه های از یا ظل سایه های می داشته باشه. این درخت ها ممدود، اما تو طویل سایه است که مثلا هر قدر میری اما تو زیری درخت ها سایه می باشه. و ما این مسکوب آب بسیار ریزان از این قاط درخت ها و از بغل ها و از هر طرف هم تو آب در جریان است. و فاکهت کثیره، و میوه های بسیار زیاد است. اتو میوه هایست که لا مقطوع، هیچ اتو قطع نمیشه. مثل دنیا واره که اینی میوه وقتش پوره شده، اینی میوه فصلش نیست. اونجا میگه نه 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 نه، میوه 4 فصل، میوه هر وقت. میگه لا مقطوعات، قطع نمیشه. ولا ممنوع، و کسی تو را ممانعت هم نمیکنه. حالا بعضی اوقات که مریض باشی که اگه میوه را میخوری، باز مثلا یک دوست میگه نخو که شکر داری، نقص داره و فلان است. دیگه پا در جنت نیست. و فرش مرفوعه، و در اینجا میگه که بعضی علما میگن که منظور از فرش فرش های بسیار عالی هست. بعضی از علما میگن که امی فرش به منظورش همسران بسیار عالی شخصیت و عالی مقام هستند. ان الله متعال میگه ما با قدرت و عظمت خود انشأناهن خلق کردیم امینا را انشاء به ساختن خاص، یعنی فجعلناهن ابکارا. الله متعال میگه اینها را، همه از اینها را باکره، به شکل دختران زیبای نوجوان دوشیزه می باشند. عربا، عرب خانم های را میگن که اینا بسیار خوش زبان هستند، خوش چیره هستند، خوش لباس هستند. اطرابا، که اینا سن سالشان مساوی می باشه. یعنی لاصحاب الیمین، ای برای کدام مردم ها آماده شدن؟ برای اصحاب الیمین. یک وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مذاقت کرد زنهای پیچ سفید بر از اینا، گفت که شما زنهای پیر به جنت نمیرین. میگه زنا گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما ایمان آوردیم، اعمال صالحه میکنیم، چطور ما به جنت نمیریم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که شما وقتی که در جنت میرین با سن اما نوجوانیتان داخل جنت میشین. از این خاطر در جنت کسی پیچ سفید و ریش سفید نمی باشه. کلگی چیریش یک قسم عربا اطرابا می باشن، همسن و همسال می باشن. چرا اگه سن کلان پایین شد باز این بچه های جوان که هستی یکان دفعه افتخار میکنن که اینم از جوان هستم و ماتر هستم، تو پیر هستی و ریش سفید هستی. اونجا باز کلش یک قسم می باشه. ثلة من الاولین و ثلة من الاخرین. از اصحاب الیمین باز میگه این خوبی هست که اصحاب الیمین که باز است در مقربین عصر اول بسیار زیاد است، عصر آخر چی است؟ کم است. مقربین کم است، اما در اصحاب الیمین الحمدلله در آدم خوش میشه. باز ما و شما در این میگه زیاد میباشد. ثلة من الاولین، بسیار از مردمان سابقه داخل جنت میشه. و ثلة من الاخرین، و از آخرین هم بسیار مردمای چی میباشن که اصحاب یمین هستند. که الله متعال ما و شما را در این جمله هم حساب بکنه. اول الله متعال ما و شما را مقربین بگردانه، و اگر مقربین نشدیم در این چیز شام خوش هستیم، در این اصحاب الیمین. الله از دوزخ نگاه کنه. خب و اصحاب الشمال، خوی کسایی که دفتر اعمالشان به دست چپ داده میشه، این کسایی که به فلسفه های کفری عقیده دارن، مارکسیست هستن، لینینیست هستن، سیکولر هستن، دموکرات هستن، مردمایی هستن مثلا که الله را قبول ندارن، دین و سیاست جدا میکنن، دین بدشان میه، قرآن بدشان میه، سنت بدشان میه. اینا چی حالت داره؟ میگه یا اصحاب شمال هستن. ما اصحاب شمال چی قسم فامیلی، چه قدر زشت است ای اصحاب شمال. زشتیشان چی است؟ یا الله میگه فی سموم و حمیم، یا میگه یک شمال گرم. سموم چی رو میگه؟ شمال تیزی که مثل امی تفت آتش واره باشه. و حمیم و آب گرم. اگر شمال میه شمالش گرم رویشان، اما از این خاطر دوزخی ها میگه چیریش بسیار خشن و چتل میباشه. چرا زیاد پیش می آتش که باشه نه روی خشک بگرده وضعیتش خراب.
و آبش بسیار همون جوش دادگی و سایه دارن. میگه بله سایه دارن، لکن سر از اینا من یحموم است، دود سیاه که بالا سرشان میه. وقتی که ها فکر میکنن کالی سیاه میکنن، این کاربن و بوی عزیز نفسایشان تنگ میکنه. لا بارد، نه سرد است، ولا کریم، و نه دو کرام کرامتی است. انهم کانوا قبل ذلك. چرا این حالت بد بر از اینا هست؟ میگه به خاطر از که قبل ذلك مترفین بودن، بسیار مست و متکبر بودن. امی کافرها را که سیل کنی، صدراعظم انگلیس یا مثلا مثلا رئیس جمهور امریکا یا از اسرائیل، یا را که شما سیل کنین، کلش مترف هستن. مترف چی مانا؟ که آنقدر متکبر و خودخواه هستن که فوراً یک جایی که 4 تا مسلمان رو ببینن، فوراً میرن سر از او چی میکنن؟ تکت تکیشان میسازن، میده میکنن، از بین میبرن. دست و پایشان، دستش یک طرف افتاده، پایش دیگه طرف افتاده. شما که وضعیت مسلمان ها رو در جهان سیل کنین، در سوریه سیل کنین. یک روز یک فیلم سیل کردم از یک منطقه سوریه که سیل کنین که این بسته یک شهر است که 3-4 چند کابل است. این بیخی همت با آتش و با دود، نه شتک ماندن، نه زن ماندن، نه طفل ماندن، نه قرآن ماندن، نه کتاب ماندن، کلش درد دادن. از آسمان طیارا، از این طرف راکتا، از چی است؟ ولی این بخاطر این حال الله متعال میگه که برازیا خیر صبر کنین. الله متعال باز بر از اینا چی جزا میده؟ انهم کانوا قبل ذلك مترفین، یا بسیار در طرف چی رو میگن؟ بسیار مستی و تکبر و غرور و خودخواهی و جنایت و ایگپا مصروف بودن. و کانوا بودن یسرون، اصرار میکردن به چی؟ علی الحنث العظیم، به گناه بزرگ. بسیار شرک خوش داشتن، کفر خوش داشتن. میگفت ما تا که دموکراسی رو در کل دنیا نبریم. چی معنی دموکراسی؟ یعنی که دین نباشه، رقص، فساد، گناه، کفر، شرک، ارتداد، فلسفه های کفری. میگه بسیار یا چی میکردن؟ اصرار میکردن. و کانوا، وقتی که برشان بگویی که برادر این تو مشکلات است، آخرت است، و کانوا یقولون، و میگفتن اذا متنا، ما که بمریم، و کنا ترابا، باز با خاک میشیم، و عظاما، و استخوان میشیم، ائنا لمبعوثون، باز آیا ما باز او وقتا دوباره زنده میشیم؟ بله ایگه پارا نزن. او آباؤنا الاولون، یا پدرای اولی ما. قل برشان بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای مسلمان، ان الاولین والآخرین، مردمان اول و آخرین و مردمای آخر، لمجموعون، کلشان جمع کرده میشوند، الی میقات یوم معلوم، برای وقت مقرره که چی است؟ یوم معلوم، روز معلوم است. ثم انکم، سپس شما، ایها الضالون، ای انسان های گمراه مکذبون، تکذیب کننده، لآکلون، باز میخورین، من شجر من زقوم. الله متعال بر از اینا درخت را خلق کرده که زقوم او را میگن. فمالئون منها البطون، از او درخت شکمهای خود پر میکنن. فشاربون، باز از بالای از اون چی می نوشن؟ من الحمیم، از آب جوش. الله متعال میگه فشاربون شرب الحیم، بازیا می نوشن اتو نوشابه مثل شطوری که او را جل زده باشه. الحیم جل زده، شکر که گرفته باشش که هر قدر او بخوره و بخوره و بخوره و بخوره، تشنگی ازی چی نمیشه. الله متعال میگه هذا نزلهم، حالا که شما آمدین اینجا، الله ایره چی میکنه؟ از نگاه سایکولوژی توهین میکنه. میگه ای غذاهای خراب، یاب جوش، و ای که شما هیچ سیر نمیشین و شکمتان از ای زقوم پر میکنین، کلش خار و گندگی و بربادی هست. الله متعال میگه این تو برای شما مهمانی در آخرت داده میشه. مهمانی خو نیست، غضب الله هست یوم الدین. دل مسلمان ها باز یخ میشه، دل مؤمنای حقیقی باز در روز قیامت دیگه یخ میشه که میبینه که این کافرای بیدینه که مسلمان ها را چقدر اذیت و آزار میکنه. باز اینجا الله دیگه میبینی که دمت عذاب هستن. الله متعال میگه نحنو ما. الله چرا اینجا نحنو میگه؟ به خاطر که در جایی که عظمت الله بیان میشه، باز در جایی که عظمت الله بیان میشه، الله عظمت خدا بیان میکنه، ضمیر جمع را میاره. و در جایی که وحدانیت خدا بیان میکنه، باز ضمیر مفرد میاره.
این قاعده رو باید بسیار یاد بگیرید. نحن خلقناکم، الله متعال میگه ما با عظمت خود شما را خلق کردیم، فلولا تصدقون، پس چرا تصدیق نمیکنین؟ افرأیتم ما تمنون، آیا شما دیدین آنچه را که شما به شکل یک آب میریزید در رحم ها؟ انتم تخلقونه، باز آیا شما از امی آب ای اطفال خلق میکنین؟ ام نحن الخالقون، یا الله میگه ما با عظمت خود ای را خلق میکنیم. نحن، الله متعال میگه ما به عظمت خود قدرنا، مقرر کردیم بینکم الموت، مرگ. لینن هم مرد، مارکس هم مرد، انگلس هم مرد، افلاطون و سقراط کلش مرد. الله میگه با عظمت خود مرگ مقرر کردیم. یا خود از مرگ گشتانده میتونن؟ اگر یا یکمه که قدرت میداشتن خود اقل خود از زنده خود نگاه میکردن. نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین، و ما نیستیم عاجز کرده شده که کس از ما سبقت بگیره و کس را خلق بکنه یا مرگ کس را چی کنه برش بده. علا ان نبدل امثالکم، به ای که ما تبدیل بکنیم مثال شما را، او ننشئکم، یعنی الله متعال میگه قدرت داریم که شما را کلتان از بین ببریم، مثل شما را دیگه مخلوقاتی را خلق بکنیم. او ننشئکم، یا پیدا کنیم شما را فی ما لا تعلمون، در آن صورتی که شما نمیفهمین. ولقد علمتم النشأة الاولى، شما دانستید پیدایش اولی را. فلولا تذکرون، پس شما چرا پند نمیگیرین، چرا فکر نمیکنین؟ در خلقت خود فکر بکنین. این عبادت فکری هست. دیگه چیز عبادت فکری؟ افرأیتم ما تحرثون، یک مرتبه ببینین، آیا ندیدین ما آنچه که تحرثون شما او را چی میکنین؟ میکارین یا کشت میکنین و حرث میکنین. انتم تزرعونه، آیا شما باز امی دانه را میرویانین؟ ام نحن الزارعون، یا الله میگه ما با قدرت و عظمت خود ایره زراعت میکنیم. لو نشاء، اگر بخوایم، لجعلناه حطاما، ایره میگردانیم چی؟ ریزه ریزه. فظلتم تفکهون، باز شما میمانین چی؟ حیران. انا لمغرمون، باز میگین که ما در چی هستیم؟ در خساره ماندیم. بل نحن محرومون، باز میگه والله محروم شدیم، امسال هیچ حاصل نگرفتیم. ببینین که به قدرت کی حاصلات میگیرین. افرأیتم الماء الذی تشربون، امی آبی را که می نوشین، امی آب آیا دیدین؟ انتم انزلتموه من المزن، آیا شما ای آب از ابرها پایین کردین؟ ام نحن المنزلون، یا الله میگه ما با قدرت خود ایره پایین کردین. لو نشاء جعلناه اجاجا، اگر میخواستیم امی آب شینه بر شما تلخ میسازیم، تلخ میساختیم، اجاج تلخ. فلولا تشکرون، پس چرا شما شکر نمیکنین؟ افرأیتم النار التي تورون، آیا شما دیدین و آتش را که شما در میتین؟ انتم انشأتم شجرتها، آیا ای آتش درختش شما خلق کردین؟ یا الله متعال میگه ام نحن المنشئون، یا ما ای را خلق کردیم. نحن جعلناها تذکرة و متاعا للمقوین، الله متعال میگه ما ای را چی کردیم؟ تذکره، وسیله بر ذکر و نصیحت و پند، و متاعا و فایده، للمقوین، برای مسافرها گشتاندیم. فسبح، پس تو که انسان با فکر هستی، عبادت فکری را انجام دادی و فهمیدی که همه اینا را الله خلق کرده، پس تسبیح بگو به اسم ربت که العظیم، بسیار با عظمت است. فلا اقسم بمواقع النجوم، الله متعال میگه فلا اینجا تأکید است، فلا اینجا حرف توکید است، یعنی لا اقسم یعنی قسم میخورم، لام توکید است یعنی تأکید است که قسم میخورم به مواقع النجوم، بجای فرو رفتن ستاره ها. و انه لقسم، و یقینا این قسم است که لو تعلمون، اگر بدانی، عظیم، بسیار بزرگ است. الله قسم میخوره. چی میخواه برای ما بگه؟ میگه انه لقرآن کریم، این قرآن که است یک کتاب بسیار با کرامت است. فی کتاب مکنون، در لوح محفوظ. ای چی هست؟ مکنون، در اول اونجا گذاشته شده بود و پنهان شده بود تا وقتی که نازل شد. لا یمسه الا المطهرون، این مسح کرده نمیتونن مگر المطهرون، ملائکه هایی که پاک شده اند. تنزیل من رب العالمین، این قرآن کتاب بسیار بزرگی هست که نازل شده از رب العالمین. وقتی که شما در قرآن میخوانین، باید با قرآن بسیار با ادب، با بسیار اخلاص، با بسیار ایمان کلمات قرآن از این درس بگیرین. افبهذا الحدیث انتم مدهنون،
مدهنون افبهذا الحدیث، آیا به این سخن که کلمات قرآن است انتم مدهنون، شما مداهنت و انکار میکنین، و تجعلون رزقکم، و شما رزقتان رزقتان میسازین، انکم تکذبون، باز دروغ میگین. بسیاری کساست که مثلا سر قرآن تجارت میکنن، قرآن بعضی معنایش تغییر میدن، تحریف میکنن، تحریف معنوی میکنن، لفظی نمیتونن، و به خاطر ازی که سر ازی پیسه بگیرن، تجارت بکنن، منفعت بگیرن، باز میگه انکم تکذبون، باز شما تکذیب میکنین. فلولا اذا بلغت الحلقوم، چرا به یاد نمیارین، چرا فکرتان نمیگیرین وقتی که بلغت الحلقوم، وقتی که روحتان به حلقتان برسه، و انتم حینئذ تنظرون، باز شما در اون وقت خودتان میبینین. و نحن، الله متعال میگه، ما با عظمت و قدرت خود، اقرب الیه منکم، بسیار نزدیک هستیم به می شخص، منکم نسبت به شما، ولکن لا تبصرون، لکن شما نمیبینین. فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس چرا نی اگر شما می بودین غیر مدونین، محکوم کسی که نباشین، ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر شما میتانستین این روح پس راجع میکردین، پس میگشتاندینش، اگر شما صادق میبودین. آل الله متعال میگه، اونجا الله میگه ما با قدرت خود حاضر هستیم، ملائکای ما اونجا حاضر هستن، وقتی که روح ازی به حلقومش میرسه دیگر اینجا باز شما هیچ کاری کردن نمیتونین. فاما، پس این کان من المقربین، اگر امی شخصی که روحش به حلقومش رسیده از جمله مقربین باشن، فروح، پس راحت است، و ریحان، و خوشبویی است، و جنت و نعیم، و جنت پر از نعمت است بر از اینا. و اما اگر این کان من اصحاب الیمین، اگر از اصحاب الیمین باشه، صاحبان دست راست، باز بر از این ملائکه چی میگن؟ فسلام لک من اصحاب الیمین، سلام بالای تو باشه، تو خو از اصحاب یمین هستی. و اما اگر کدام بدبختی باشه که این کان من المکذبین الضالین، از کسایی باشه که الله را دروغ میدانه، قرآن دروغ میگه، تکذیب میکنه الله را، قرآن، پیغمبر، اسلام، جنت، الضالین، از جمله گناهکارا باشه، گمراها باشه. فنزل من حمیم، دمی لحظه مرگ بالای ازی آب جوش میره. بازور با چی ترجمه میکنیم؟ مزاری، مثل که میگه اذا جاء نصر الله، یعنی باز میگه وقتی که بیاید. او جاء بود، چرا نگفت یجیئو؟ میگه اذا قاعدهش است. بعضی کسا که عربی رو نمیفهمن، نحو رو نمیفهمن، صرف نمیفهمن، یگان گپای لودگی میزنه، کلانکاری. قاعده را که بفهمیم باز مشکل حل نمیشه. اذا، هنگامی که وقعت، واقع شود، الواقعت، واقعه بزرگ که چی از قیامت است. لیس لوقعتها کاذبه، الله متعال میگه نیست برای واقع شدن همین روز قیامت کاذبتون دروغی، یعنی در واقع شدن از هیچ دروغ نیست. خب روز قیامت چه قسم روز است؟ میگه خافضتون رافعه، یکی از صفات قیامتی است که بعضی کسا را پست و ذلیل میگردانه، و بعضی کسای دیگر رافعتون بلند و با شخصیت و با عزت میگردانه. یعنی روز قیامت که شد، یک تعداد مردم ها هستن که در دنیا بسیار خود عزتمند میگیرن، ذلیل میشن، کافر، منافق، مشرک، مرتد، بدعتکار، کسایی که در شرکیات و دیگه پا مبتلا هست. الله متعال میگه یا چی میشن؟ پست میشن. و رافعتون، و روز قیامت یک تعداد انسانهای دیگر چی میکنه؟ بلند مرتبه میسازه. و رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که قرآن، توسط از قرآن هم بعضی کسا رتبه چی میشه؟ یرفع بهذا القرآن، یرفع بهذا الكتاب اقواما و یدع به آخرین. همونطور الله متعال میگه بعضی ها را توسط قرآن رتبهش بلند میکنه، و بعضی کسا را به قرآن چی میسازه؟ ذلیل میسازه. قرآن وقتی که نازل شد، بلال حبشی ایمان آورد، رتبهش بلند شد. اقرا رتبهش بلند شد که عند سر بام کعبه بالا شد. و بعضی کسا مثل ابو جهل واره که بسیار خود کلانکار میگه، فت ذلیل شد که در سر شکمش عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه 6 تا همونجا واسه وقتی که سرش همون چیز کردن بسیار دیگه ذلیل شده بود. سبحان الله. روز قیامت هم همونطور است. کسایی که در دنیا باز خطا خورد، صحیح نه؟ بعضی کسا باز در دنیا خطا میخورن. الله متعال میگه که روز قیامت که از خافضتون
پست کننده کافران و منافقین و مشرکین و دهریین و مرتد و اینمیا هست. رافعتون بلند مرتبه می سازه انسانهای مؤمن متقی با تقوا. اذا چه وقت می قیامت میگه؟ اذا آغاز قیامت میگه از کجا شروع میشه؟ اذا رجت الارض رجا، وقتی که زلزله بکند یا جنبانده شود زمین، رجن با جنباندن و با زلزله. و بست الجبال، و قیامت امیر روز شروع میشه که چی میشه دیگه؟ کار چی میشه؟ میگه دیگه و بست الجبال، و کوها ریزه ریزه میشه، میده میده میشه. بسن خوب، اما تو ریزه ریزه و میده میده. کوها را سنگایش سعی کنی که اما تو میده میده انفجار میکنه و توته توته میشه. فکانت حباء منبثا، امی کوها را سعی کنی که از دستی که میده میده و ریزه ریزه شده به شکل حبا، غبار شدن، منبثا پراگنده. و کنتم، آل انسان ها میگه چی حالت می داشته باشه؟ میگه انسان ها 3 گروه تقسیم میشه، 3 گروه. و کنتم ها می باشین ازواجا ثلاثه، 3 قسم، 3 گروه. فاصحاب المیمنه، یک گروش اصحاب دست راست هستن، کسایی هستن که با دست راست دفتر اعمال خود گرفتن. ما اصحاب المیمنه، چقدر زیبا هست صاحبان دست راست. الله متعال میگه چقدر خوب است، چقدر راحت می باشن این مردم ها. گروه دوم کدام مردم هستن؟ و اصحاب المشأمه هستن. گروه دوم اصحاب دست چپ هستن. ما اصحاب المشأمه، چقدر شوم است اصحاب دست چپ، چقدر زشت هستن، چقدر بد هستن. طایفه سوم کدام کس؟ میگه و السابقون السابقون. طایفه سومی که هستن صحابه هستن، تابعین هستن، تابع تابعین هستن، خیر القرون هستن. و السابقون السابقون، اولئک، باز اینی سابقون که هستن یا المقربون، به بارگاه الله بسیار نزدیک هستن، مقرب هستن، درجهشان بسیار عالی هست. در کجا می باشن؟ فی جنات النعیم، در باغ‌های از نعمت می باشن. اینی بسیار خطرناک است که میگه در این جنت ثلة من الاولین، بسیار تعداد زیادی از این اولین داخل جنت میشه. و قلیل من الاخرین، الله حفظ بکنه. میگه از مردم های آخر که است، آخر الزمان که هست، ما و شما هستیم، از این بسیار کم در جنت میره. چرا؟ خطرش چی است؟ که در عصر ما و شما فلسفه های رنگارنگ است. در وقت ابوبکر صدیق و عمر فاروقی فلسفه های کفری و این فلسفه های الحادی و این احزاب چپگرا و راستگرا و قوم پرستی و سیکولاریستی و دموکراسی و این که باش نبود. مردم مسلمان پاک صفا بود. یک صف بود کافر، یک صف بود کی؟ مسلمان. حال چه قسم است؟ یک صف کافر است، در بین مسلمان ها 73 گروه شدن. یکی او را کافر میگه و دیگه او را مرتد میگه و دیگه را ببینی براستی مرتد است و دیگه را ببینی دوست کافر است و دیگه را ببینی در این حزب رفته. خود شیطان هر کسی را از این جنت به یک شکل از اشکال چی میشه؟ مانع میشه. فلسفه های الحادی است. در صنف درایی ببینی که کفر برات میگه، در راه میری که کفر است، تلویزیون کفر، فیسبوک کفر. ایران میگه یا الله کاش که بخود تو یگان رو سر آدم می که در می راه میری میگه یا الله کاش که از این قدم از دمی زیر خاک می بودم. بعضی حالات آدم میبینه نه از کفر و شرک و ارتداد و بیدینی و گمراهی و بدبختی زیاد است. کلان آدم ها را ببینی، او طرف دوزخ در انتظارش است، ای دیگه لودم تو رقص میکنه و کاکاگک بشی. همی رقص تا مزدار نیست. در توی ببینی سر بخواد خیسه مست است زیر دول بشی کاکاگک چند دقیقه و دیگر ببینی هم شروع کرده فسق از فجایع از گناه است. در موتر بالا میشی سهل میکنی بالا همین نفر چقدر خوب خواره داره، ریشک داره، کلاهک سفید داره، کمی داخل میشی که دنگ 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 اوه تو خود رقاصه برآمدی. این خطرناک است که الله متعال میگه که ثلة من الاولین،
یک مجموعه بسیار زیادی از امتهای اولی که صحابه و تابعین و تبع تابعین هستند و قلیل من الاخرین، و از آخری چی است؟ بسیار کم میره، 5%، 10%، اگر جنتی باشه 90% دوزخی است. الله حفظ کنه، چقدر خطرناک است. این کسایی که جنتی هست الله متعال میگه علی سرر موضونه، بر تخت های هستند که موضونت از زر اینا بافته شدن، از زر ساخته شدن، یعنی تخت های طلایی، طلای خالص. متکین علیها، تکیه میکرده باشن به این تخت ها، متقابلین، دوستانه با یکی دیگر روبرو میشن. یطوف علیهم، بینا گردش میکنن خدمتگارها، گارسونهای از یا کی از خدمتگارایشان، ولدانون، نوجوانای هستن، مخلدون که دائم در خدمت از اینا هر لحظه می باشن، به اکواب که در دستهایشان چی می باشه؟ گلاس ها می باشه، و اباریق و کوزه ها آماده هست که هر لحظه اینای از هر نوشابه که خواسته باشن، و کأس و بعضی ظرف های دیگه که پر از تیار، من معین، از شراب صاف و پاک جنت. ات شراب صاف و پاک جنت است که لا یصدعون عنها، که سردرد نمیشن. صدا سردرد دیرم میگن، چون شرابای دنیایی اول بسیاری کسا را سردرد میکنه. الله متعال میگه او شراب پاک هست که سردردی نداره. ولا ینزفون، و او کس را مست و خونریزی هم نمیکنه. نزیف چی را میگه؟ همین استفراغ و خونریزی و بعضی چیزا. بعضی کساس ببینه که شراب میخوره، نه کالای خودم چتل کرده و لباسهای خودم چتل کرده و بوی و گندگی هم هست. الله متعال میگه از شراب جنت که است این چیزها، چون شراب پاک است و صاف است و حلال است. و فاکهت، الله متعال بر از جنتی ها میگه میوه هاست، مما یتخیرون، از آنچه که پسند میکنند، و لحم طیر، و گوشت پرنده های مختلف، مما یشتهون، از هر قسم پرنده زیبایی که اونا چی داشته باشن؟ اشتها داشته باشن. و حور عین، دیگه حور هست که عین چشمای بزرگ بزرگ زیبا زیبا دارن، که امثال لؤلؤ المکنون، مانند دانه های مروارید پوشیده. حوری هستن با ستر، با حیا، با حجاب. جزاء بما کانوا یعملون، ای پاداش است به سبب آنچه که اینا عمل میکنن. لا یسمعون، در جنت دیگه چی نعمت است؟ میگه نعمت بسیار خوب جنتی است که در این لغو نیست، گپای بیهوده، لودگی، مذاقای بیجاب، پرزبازی، تانگویی، نیش زدن، گپای لچکی، اینها نیست. ولا تعثیم، و در اینجا گناه هم نیست، پاک می باشه کلگی. باز عداوت، این چیزا نیست. قلب کلش مثل کتاب زمزم ششتگی. و نزعنا ما فی صدورهم، الله متعال میگه از قلبشان تمام چیزهای زشتی حذف میکنیم، پاک میکنیم. وقتی که لغو نیست خیلی چی میگن؟ میگه الا قیلا سلاما سلاما، سخنایشان بسیار سخنای است سلام و سلامتی. و اصحاب الیمین، و اهل کسایی که به دست راست هستن، ما اصحاب الیمین، اونا کدام مردم هستن؟ میگه کسایی که صاحب دست راست هستن، فی صدر مخدود، اینا در درخت که او را صدر میگن، درخت خاص جنت است، مخدودن که در او خار نیست. درخت های دنیوی که همی گل و گلاب هم بری بگیری یک خار داره دستوگار میکنه، میگه یا خار نداره. و طلحن، و درخت های دیگه که میوه مثل درخت کیله وارد که بسیار زیبا هست، ممدود، که یک میوهش بالای میوه دیگه هم تو سردسر هم تو به قطار هست. و ظل ممدود، به اندازی درخت های هستن که سایه های از یا ظل سایه های می داشته باشه. این درخت ها ممدود، اما تو طویل سایه است که مثلا هر قدر میری اما تو زیری درخت ها سایه می باشه. و ما این مسکوب، آب بسیار ریزان از میقات درخت ها و از بغل ها و از هر طرف هم آب در جریان است. و فاکهت کثیره، و میوه های بسیار زیاد است. ات میوه هایست که لا مقطوع، هیچ قطع نمیشه. مثل دنیا واره که این میوه وقتش پوره شده، این میوه فصلش نیست. اونجا میگه نه 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 نه، میوه 4 فصل، میوه هر وقت. میگه لا مقطوعات، قطع نمیشه. ولا ممنوع، و کسی تو را ممانعت هم نمیکنه. حالا بعضی اوقات که مریض باشی که اگه میوه را میخوری، باز مثلا یک دوست میگه نخو که شکر داری، نقص داره و فلان است. گپا در جنت
نیست. و فروش مرفوعه. و در اینجا میگه که بعض علما میگه که منظور از فروش فرش های بسیار عالی هست. بعضی از علما میگن که امی فروش به منظورش همسران بسیار عالی شخصیت و عالی مقام هستند. ان الله متعال میگه ما با قدرت و عظمت خود انشأناهن خلق کردیم امینا را انشاء به ساختن خاص، یعنی فجعلناهن ابکارا. الله متعال میگه اینها را همه از اینا را باکره به شکل دختران زیبای نوجوان دوشیزه می باشند. عرب خانم های را میگن که اینا بسیار خوش زبان هستند، خوش چیره هستند، خوش لباس هستند. اطرابن که اینا سن سالشان مساوی می باشه. یعنی لاصحاب الیمین، ای بر کدام مردم ها آماده شدن؟ بر اصحاب الیمین. یک وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله یک مذاقت کرد زنهای پیچ سفید بر از اینا گفت که شما زنهای پیر به جنت نمیرین. میگه زنا گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما ایمان آوردیم اعمال صالحه میکنیم، چطور ما به جنت نمیریم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که شما وقتی که در جنت میرین با سن اما نوجوانیتان داخل جنت میشین. از این خاطر در جنت کسی پیچ سفید و ریش سفید نمی باشه. کلگی چیریش یک قسم عربن اطرابن می باشن، همسن و همسال می باشن. چرا اگه سن کلان پایین شد باز این بچه های جوان که هستی یکان دفعه افتخار میکنن که اینم از جوان هستم و ماتر هستم تو پیر هستی و ریش سفید هستی. اونجا باز کلش یک قسم می باشن. ثلة من الاولین و ثلة من الاخرین. از اصحاب الیمین باز میگه این خوبی هست که اصحاب الیمین که باز است در مقربین عصر اول بسیار زیاد است، عصر آخر چی است؟ کم است. مقربین کم است، اما در اصحاب الیمین الحمدلله دی آدم خوش میشه. باز ما و شما دی میگه زیاد میباشه. ثلة من الاولین، بسیار از مردمان سابقه داخل جنت میشه. و ثلة من الاخرین، و از آخرین هم بسیار مردمایی چی میباشن که اصحاب یمین هستند. که الله متعال ما و شما را در این جمله هم حساب بکنه. اول الله متعال ما و شما را مقربین بگردانه و اگر مقربین نشدیم دمی چیز شام خوش هستیم دمی اصحاب الیمین. الله از دوزخ نگاه کنه. خب و اصحاب الشمال، خوی کسایی که دفتر اعمالشان به دست چپ داده میشه، این کسایی که به فلسفه های کفری عقیده دارن، مارکسیست هستن، لینینیست هستن، سیکولر هستن، دموکرات هستن، مردمایی هستن مثلا که الله را قبول ندارن، دین و سیاست جدا میکنن، دین بدشان میه، قرآن بدشان میه، سنت بدشان میه. اینا چی حالت دارن؟ میگه یا اصحاب شمال هستن. ما اصحاب شمال چی قسم فهمیدی چه قدر زشت است ای اصحاب شمال؟ زشتیشان چی است؟ یا الله میگه فی سموم و حمیم، یا میگه یک شمال گرم. سموم چیه؟ میگه شمال تیزی که مثل امی تفت آتش واره باشه. و حمیم و آب گرم. اگر شمال میه شمالش گرم رویشان، اما از همین خاطر دوزخی ها میگه چیریش بسیار خشن و چتل میباشه. چرا زیاد پیش می آتش که باشه نه روی خشک بگرده وضعیتش خراب. و آبش بسیار اما تو جوش دادگی. و سایه دارن، میگه بله سایه دارن، لکن سر از اینا من یحموم است، دود سیاه کی بالا سرشان میه. وقتی که ها فکر میکنن کالی سیاه میکنن، این کربن و بوی عزیزه نفسایشان تنگ میکنه. لا باردین، نه سرد است، ولا کریم، و نه دو کرام کرامتی است. انهم کانوا قبل ذلك. چرا این حالت بد بر از اینا هست؟ میگه به خاطر از اینکه قبل ذلك مترفین بودن، بسیار مست و متکبر بودن. امی کافرها را که سیل کنی صدر اعظم انگلیس یا مثلا مثلا رئیس جمهور امریکا یا از اسرائیل یا را که شما سیل کنین کلش مترف هستن. مترف چی مانا؟ که آنقدر متکبر و خودخواه هستن که فوراً یک جایی که 4 تا مسلمان را ببینن فوراً میرن سر از او چی میکنن؟ تکت تکیشان میسازن، میده میکنن، از بین میبرن. دست و پایشان، دستش یک طرف افتاده، پایش دیگه طرف افتاده. شما که وضعیت مسلمان ها رو در جهان سیل کنین، در سوریه سیل کنین،
یک روز یک فیلم سعی کردم از اون یک منطقه سوریه که سیل کنی که این بسته یک شهر است که 3-4 چند کابل است. ایره بیخی همت با آتش و با دود، نه اشتک ماندن، نه زن ماندن، نه طفل ماندن، نه قرآن ماندن، نه کتاب ماندن، کلش درد دادن. از آسمان صاحب طیارا، از این طرف راکتا، از چی است؟ ولی اینه بخاطر این حال الله متعال میگه که برازیا خیر صبر کنین. الله متعال باز بر از اینا چی جزا رو میده؟ انهم کانوا قبل ذلک مترفین، یا بسیار در طرف چی رو میگن؟ بسیار مستی و تکبر و غرور و خودخواهی و جنایت و ایگپا مصروف بودن. و کانوا بودن یسرون، اصرار میکردن به چی؟ علی الحنث العظیم، به گناه بزرگ. بسیار شرک خوش داشتن، کفر خوش داشتن. میگفت ما تا که دموکراسی را در کل دنیا نبریم. چی معنی دموکراسی؟ یعنی که دین نباشه، رقص، فساد، گناه، کفر، شرک، ارتداد، فلسفه های کفری. میگه بسیار یا چی میکردن؟ اصرار میکردن. و کانوا، وقتی که برشان بگویی که برادر این تو مشکلات است، آخرت است، و کانوا یقولون، و میگفتن اذا متنا، ما که بمریم، و کنا ترابا، باز با خاک میشیم، و عظاما، و استخوان میشیم، اینا لمبعوثون، باز آیا ما باز او وقتم دوباره زنده میشیم؟ بله ایگه پارا نزن. او آباؤنا الاولون، یا پدرای اولی ما. قل برشان بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای مسلمان، ان الاولین والآخرین، مردمان اول و آخرین و مردمای آخر، لمجموعون، کلشان جمع کرده میشوند، الی میقات یوم معلوم، برای وقت مقرره که چی است؟ یوم معلوم، روز معلوم است. ثم انکم، سپس شما، ایها الضالون، ای انسان های گمراه مکذبون، تکذیب کننده، لآکلون، باز میخورین، من شجر من زقوم. الله متعال بر از اینا درخت را خلق کرده که زقوم او را میگن. فمالئون منها البطون، از او درخت شکمهای خود پر میکنن. فشاربون، باز از بالای از اون چی می نوشن؟ من الحمیم، از آب جوش. الله متعال میگه فشاربون شرب الحیم، بازیا می نوشن اتو نوشابه مثل شطوری که او را جل زده باشه. الحیم جل زده، شکر که گرفته باشش که هر قدر او بخوره و بخوره و بخوره و بخوره، تشنگی ازی چی نمیشه. الله متعال میگه هذا نزلهم، حالا که شما آمدین اینجا، الله ایره چی میکنه؟ از نگاه سایکولوژی توهین میکنه. میگه ای غذاهای خراب، یاب جوش، و ای که شما هیچ سیر نمیشین و شکمتان از ای زقوم پر میکنین، کلش خار و گندگی و بربادی هست. الله متعال میگه این تو برای شما مهمانی در آخرت داده میشه. مهمانی خود نیست، غضب الله هست یوم الدین. و دل مسلمان ها باز یخ میشه، دل مؤمنای حقیقی باز در این روز قیامت دیگه یخ میشه که میبینه که این کافرای بیدینه که مسلمان ها را چقدر اذیت و آزار میکنه. باز اونجا الله دیگه میبینی که دمت عذاب هستن. الله متعال میگه نحنو، ما. الله چرا اینجا نحنو میگه؟ به خاطر که در جایی که عظمت الله بیان میشه، باز در جایی که عظمت الله بیان میشه، الله عظمت خدا بیان میکنه، ضمیر جمع را میاره. و در جایی که وحدانیت خدا بیان میکنه، باز ضمیر مفرد میاره. این قاعده را باید بسیار یاد بگیرید. نحن خلقناکم، الله متعال میگه ما با عظمت خود شما را خلق کردیم. فلولا تصدقون، پس چرا تصدیق نمیکنین؟ افرأیتم ما تمنون، آیا شما دیدین آنچه را که شما به شکل یک آب میریزید در رحم ها؟ انتم تخلقونه، باز آیا شما از امی آب ای اطفال خلق میکنین؟ ام نحن الخالقون، یا الله میگه ما با عظمت خود ای را خلق میکنیم. نحن، الله متعال میگه ما با عظمت خود قدرنا، مقرر کردیم بینکم الموت، مرگ. لینن هم مرد، مارکس هم مرد، انگلس هم مرد، افلاطون و سقراط کلش مرد. الله میگه با عظمت خود مرگ مقرر کردیم. یا خود از مرگ گشتانده میتونن؟ اگر یا یکمه که قدرت میداشتن، خود اقل خود از زنده خود نگاه میکردن. نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین، و ما نیستیم عاجز کرده شده که کس از ما سبقت بگیره و کس را خلق بکنه یا مرگ کس را چی کنه برش بده.
علا ان نبدل امثالکم، به ای که ما تبدیل بکنیم مثال شما را، او ننشئکم، یعنی الله متعال میگه قدرت داریم که شما را کلتان از بین ببریم، مثل شما را دیگه مخلوقاتی را خلق بکنیم، او ننشئکم، یا پیدا کنیم شما را فی ما لا تعلمون، در آن صورتی که شما نمیفهمین. ولقد علمتم النشأة الاولى، شما دانستید پیدایش اولی را، فلولا تذکرون، پس شما چرا پند نمیگیرین، چرا فکر نمیکنین، در خلقت خود فکر بکنین. این عبادت فکری هست. دیگه چیز عبادت فکری؟ افرأیتم ما تحرثون، یک مرتبه ببینین، آیا ندیدین ما آنچه که تحرثون شما او را چی میکنین؟ میکارین یا کشت میکنین و حرث میکنین. انتم تزرعونه، آیا شما باز امی دانه را میرویانین؟ ام نحن الزارعون، یا الله میگه ما با قدرت و عظمت خود این زراعت میکنیم. لو نشاء، اگر بخوایم، لجعلناه حطاما، این میگردانیم چی؟ ریزه ریزه. فظلتم تفکهون، باز شما میمانین چی؟ حیران. انا لمغرمون، باز میگین که ما در چی هستیم؟ در خساره ماندیم. بل نحن محرومون، باز میگه والله محروم شدیم، امسال هیچ حاصل نگرفتیم. ببینین که به قدرت کی حاصلات میگیرین. افرأیتم الماء الذی تشربون، امی آبی را که می نوشین، امی آب آیا دیدین؟ انتم انزلتموه من المزن، آیا شما این آب از ابرها پایین کردین؟ ام نحن المنزلون، یا الله میگه ما با قدرت خود این پایین کردین. لو نشاء جعلناه اجاجا، اگر میخواستیم امی آب شیرین بر شما تلخ میسازیم، تلخ میساختیم، اجاج تلخ. فلولا تشکرون، پس چرا شما شکر نمیکنین؟ افرأیتم النار التي تورون، آیا شما دیدین و آتش را که شما در میتین؟ انتم انشأتم شجرتها، آیا ای آتش درختش شما خلق کردین؟ یا الله متعال میگه ام نحن المنشئون، یا ما ای خلق کردیم. نحن جعلناها تذکرة و متاعا للمقوین، الله متعال میگه ما ای چی کردیم؟ تذکره، وسیله بر ذکر و نصیحت و پند، و متاعا و فایده، للمقوین، برای مسافرها گشتاندیم. فسبح، پس تو که انسان با فکر هستی، عبادت فکری را انجام دادی و فهمیدی که همه اینا را الله خلق کرده، پس تسبیح بگو به اسم ربت که العظیم، بسیار با عظمت است. فلا اقسم بمواقع النجوم، الله متعال میگه فلا اینجا تأکید است، فلا اینجا حرف توکید است، یعنی لا اقسم یعنی قسم میخورم، لام توکید است، یعنی تأکید است که قسم میخورم به مواقع النجوم، بجای فرو رفتن ستاره ها. و انه لقسم، و یقینا این قسم است که لو تعلمون، اگر بدانی عظیم، بسیار بزرگ است. الله قسم میخوره. چی میخواه بر ما بگه؟ میگه انه لقرآن کریم، این قرآن که است یک کتاب بسیار با کرامت است. فی کتاب مکنون، در لوح محفوظ. ای چی هست؟ مکنون، در اول اونجا گذاشته شده بود و پنهان شده بود تا وقتی که نازل شد. لا یمسه الا المطهرون، این مسح کرده نمیتونن مگر المطهرون، ملائکه هایی که پاک شده اند. تنزیل من رب العالمین، این قرآن کتاب بسیار بزرگی هست که نازل شده از رب العالمین. وقتی که شما در قرآن میخوانید، باید با قرآن بسیار با ادب، با بسیار اخلاص، با بسیار ایمان کلمات قرآن از این درس بگیرین. افا بهذا الحدیث انتم مدهنون، افا بهذا الحدیث، آیا به این سخن که کلمات قرآن است، انتم مدهنون، شما مداهنت و انکار میکنین. و تجعلون رزقکم، و شما رزقتان میسازین. انکم تکذبون، باز دروغ میگین. بسیاری کساست که مثلا سر قرآن تجارت میکنن، قرآن بعضی معنایش تغییر میدن، تحریف میکنن، تحریف معنوی میکنن، لفظی نمیتونن، و به خاطر ازی که سر ازی پیسه بگیرن، تجارت بکنن، منفعت بگیرن، باز میگه انکم تکذبون، باز شما تکذیب میکنین. فلولا اذا بلغت الحلقوم، چرا به یاد نمیارین، چرا فکرتان نمیگیرین وقتی که بلغت الحلقوم، وقتی که روحتان به حلقتان برسه. و انتم حینئذ تنظرون، باز شما در اون وقت خودتان میبینین. و نحن، الله متعال میگه ما با عظمت و قدرت خود، اقرب الیه منکم، بسیار نزدیک هستیم به می شخص، منکم نسبت به شما، ولکن لا تبصرون، لکن شما نمیبینین. فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس چرا نی اگر شما میبودین غیر مدونین، محکوم کسی که نباشین. ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر شما میتونستین این روح پس راجع میکردین، پس میگشتاندینش، اگر شما صادق میبودین.
آل الله متعال میگه اونجا الله میگه ما با قدرت خود حاضر هستیم، ملائکه ما اونجا حاضر هستن وقتی که روح ازی به حلقومش میرسه. دیگر اینجا باز شما هیچ کاری کردن نمیتونین. فاما پس این کان من المقربین، اگر همین شخصی که روحش به حلقومش رسیده از جمله مقربین باشن، فروح پس راحت است، و ریحان و خوشبویی است، و جنت و نعیم و جنت پر از نعمت است بر از اینا. و اما اگر این کان من اصحاب الیمین، اگر از اصحاب الیمین باشه صاحبان دست راست، باز بر از این ملائکه چی میگن؟ فسلام لک من اصحاب الیمین، سلام بالای تو باشه، تو خو از اصحاب یمین هستی. و اما اگر کدام بدبختی باشه که این کان من المکذبین الضالین، از کسایی باشه که الله را دروغ میدانه، قرآن دروغ میگه، تکذیب میکنه الله را، قرآن، پیغمبر، اسلام، جنت، الضالین از جمله گناهکارا باشه، گمراها باشه، فنزل من حمیم، دمی لحظه مرگ بالای ازی آب جوش میره، و تصلیت جحیم، و داخل کرده می شود به کجا؟ به دوزخ. یعنی همین لحظه مرگ هست آتش دوزخ بر ازی چی میشه؟ بر ازی چی میشه؟ بر ازی میرسه. بر از ملائکه میگه که دوزخی است، همینجا دروازه های دوزخ برش واز میشه و بدبختی های دوزخ و شعله های آتش به طرف ازی خدا کشف میکنه. ان هذا له حق الیقین، یقینا که این سخن که هست سخن حق است و سخن است که باید انسان به او یقین داشته باشه. فسبح، پس تسبیح بگو، بسم ربک العظیم، به نام او پروردگارت که بسیار با عظمت. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك و اتوب الیک.